آموزش نصب، راه‌اندازی و کار با خط پول اتوماتیک فراوری آذری خوشبال نوریزن. این خط شامل دستگاه تفت، بالابر نمش، بالابر آجیل یا بالابر مواد و دستگاه سرم می باشد. این خطمون شامل یک تابلو اتومات هستن که به واسطه این تابلو کار میکنه. برای راه اندازی خطمون اول باید دستگاه تفت و بالابر نمک که به صورت مونتاژ شده واسهتون ارسال میشه و یک سایه محکم قرار داده بشه. بعد این مرحله دستگاه سرندمون یه حالتی که بیاد دقیقا میره جلوی دستگاه تفتمون یه حالتی باشه که این قسمت خروجی باید بالای سرند باشه، قسمت خروجی نمک سرند باید دقیقا روی مخزن بالابر نمکمون قرار بگیره. بعد سرندمون رو قشنگ تا دقیقا زیر دستگاه زیر قسمت خروجی دستگاه تفتمون قرار بگیره. یه حالتی که موقعی که هول دادیم دیگه خودش جلوتر از این نمیره، یعنی مقدار برای نگه داشتن دستگاه سرندمون. بعد به وسیله 4 تا روی پلاش و پیچ دستگاه سرندمون رو محکم به زمین میبندیم تا اصلا تکون نخوره. بعد کلیه دستگاه‌هایی که مربوط به خطمون است به وسیله پیشی به این پیشه وصل هستند. خب این پیشه یه حالتی که بعد اینکه دستگاه تابلوی بالا اتوماتمون رو کاملا روی دیواره که طرف بالابر نمکمون قرار داره محکم بستیم، این پیشو به این صورت به تابلو اتوماتمون وصل میکنیم. بعد زامنه رو میکشیم تا این محکم سر جاش بمونه. بعد سیمی که حالت لختمانه بغل پیشمون قرار داریم مربوط به سنسور درجه حرارت که از زیر دستگاه تابلومون رو قشنگ باز میکنیم. از یکی از سوراخ‌هایی که زیر دستگاه بالا تابلومون قرار داره رد میکنیم. بعد به وسیله یک پیچ گوشتی قسمتی که نوشته سنسور، این قسمتی که نوشته سنسور از قسمت چپ به این ور موقعی که نوشته برگستی، این دوتا مال برگسته، این دوتا مال سنسوره. این پیچ ها را قشنگ باز میکنیم. سنسورمون رو پیچ سیم سنسورمون رو محکم به این قسمت میبندیم. بعد دو تا از دستگاهمون که سرند و بالابر آتیده است برای اینکه در موقع حمل و نقل آسیبی به دستگاه نرسه و حملش آسان‌تر بشه، ما رو مجزا به کد سیمامون وصل کردیم که پیشاشون هم پیشای نرماده‌ای که مشاهده می‌کنید یا حالتی که مشخصن از برآمدگی‌هاشون. خب اینا رو محکم می‌بندیم. بعد زامنش رو می‌کشیم. بالا برای آزیلمون هم به همون صورت که دستگاه سرندمون تیشای نرماده‌ای داره، این تیشا رو هم مثل همون محکم می‌بندیم و زامنش رو می‌کشیم. الان کلیه دستگاهمون از جمله بالابر نمک، بالابر آتیل و سرندمون به خطمون متصل شد. بعد این مرحله مشعلی که به صورت کاملا مجزا از دستگاه تفتمونه قسمت بالابر نمک، اون قسمتی که بالابر نمک قرار میدیم. این قسمت رو فرق نمیکنه، میتونیم قسمت پشتش رو یا به جلو یا به عقب قرار بدیم، اصلا فرق نمیکنه. فقط این قسمتی که مربوط به مشعلمونه داخل دستگاه، این دستگاه یه حالت باشه که دقیقاً وسط اون مخزنمون بخوره، از جلو عقب هم یه کمی تمایلش به طرف عقب‌تر باشه. بعد شیلنگ گاز رو به وسیله دستی که مشاهده می‌کنید
این شلنگمون خودش نمره 16 قسمت نازلش هستش، این قسمت شیلنگ خورش هستش، اینم 3/4 اینو بشن با هم میبندیم. بعد بستو به وسیله پیچ به شیلنگ محکم میکنیم. مرحله نصب دستگاهمون تموم شده. حالا تابلومون رو به برگ اصله وصل میکنیم. بعد اینکه برگ اصلی وصل شده، اگه فیوزامون اگه برگش قد باشه یعنی این فیوز بالا باشه یعنی برگمون وصله. اگه اینا به سمت پایین باشه یعنی برگ کنترل تابلومون قد. حالا بعد اینکه اون قسمت فیوزا رو زدیم یه کلیدی هم داره که روزانه شما موقعش میاد کل تابلو رو خاموش کنید نیازی نیست از بر بکشید یا فیوزا رو بزنید، همین رو روی 0 قرار بدید کل تابلو خاموش میشه. اگه روی 1 بزنید کلا تابلو شروع به کار میکنه. بعد اینکه دستگاه تابلومون رو روشن کردیم، قسمت‌هایی که قسمت مانیتورینگ اینجا مشاهده می‌کنید مربوط به تنظیمات دستگاه‌های خطمونه. اینم مربوط به سنسور درجه حرارت که هم واسه تنظیماتش هم که واسه اینکه درجه حرارت داخل کوره رو واسمون نشون بده. این کلیدیه که موقعی که یه لحظه خواستین دستگاه رو حالت اورژانسی خاموش کنی اینو محکم با دستتون ببندی این کاملا قفل میکنه دستگاه. هر دستگاهی که تو خطمون کار کنه این اتوماتیک وار خاموش میشه. موقعی که اینو میچرخونی از حالت خطر خارج میشه و میتونه دوباره با دستگاه کار کنه. پایین قسمت پایینم مربوط به کلیه دستگاهمونه. این مربوط به چراغ دستگاه سرندمون رو موقعی که میزنیم دستگاه سرند روشن میشه. مربوط به بالابر نمک بالابر آتیله. در تفتمون موقعی که راست میزنیم دستگاه تفتمون تفت میده. موقعی که وسط دستگاه تفتمون خاموشه. موقعی که چپ میزنیم دستگاه تفتمون تخلیه میکنه. موقعی که اینجا تو این قسمت اتوماتمونه. موقعی که 0 یعنی دستگاه تفتمون دستی کار میکنه. موقعی که روی 2 میذاریم یعنی دستگاه تفتمون یعنی اتوماتمون از دما دستور میگیره. موقعی که روی 1 میذاریم یعنی خطمون از زمان دستور میگیره. اینم کلید مخصوص مشعله، یعنی شما موقعی که میخواید مشعله رو روشن خاموش کنید نیازی نیست که خودتون دستی اینو خاموش کنید. اینو موقعی که بزنید مشعله روشن میشه. موقعی که خاموش کنید دستگاهتون مشعلتون خاموش میشه. برای تنظیم خطمون ست 1 فقط مخصوص دستگاه تفته، یعنی شما موقعی که با دستگاه تفت کار میکنید این ست 1 کلیه تنظیمات مربوط به دستگاه تفتمونه. ست 2 مربوط به بقیه دستگاهمون از جمله بالابر نمک بالابر آزیل و سرنده. F1 شیارته که اون قسمت نشانگر رو به این ور میبره سمت راست میبره، این هم بالا پایین میکنه. موقعی شما ست 1 رو 4 ثانیه نگه دارین قسمت چیزمون میاد. شما ست 1 رو یه بار نگه دارید موقعی که دستگاهمون تفت میده، این تفت تایم اینجا خودش نوشته، موقعی که تفت تایم میده اینو شما تنظیم میکنید. با F1 میتونید این نشانگر رو جلو ببرید، با F3 و F2 میتونید بالا پایین کنید. مثلا ما اینو میذاریم روی 30 ثانیه همون اینا صفر باشه. F1 رو باز بزنید نشانگرمون به جلو حرکت میکنه. ست 1 رو دوباره فشار بدیم. توقف اول 3 ثانیه یا 4 ثانیه خوبه. توقف اول یعنی که بعد اینکه دستگاه تفتمون تفت داد بعدش توقفی میکنه بعد چپ جرد میکنه. اینم تخلیه تایم، یعنی زمانی که شما میخواین تو مدت تخلیه کنه. اینم همون با F1 میتونید کم و زیاد کنید. F1 رو میزنید میاد این ور، مثلا میخوایم
بزنم رو 11 ثانیه. اینم توقف دوم، یعنی بعد اینکه شما تخلیه‌تون رو کرده دستگاه تفت میخواد دوباره برگرده تفت بده. الان 3-1 یعنی دستگاه تفتمون تنظیم شد. حالا 3-2 رو 4 ثانیه نگه داریم. تنظیمات مربوط به دستگاه دیگه این بالابر آزیره، خودش حالت انگلیسی که انگلیش نوشته شه، بالابر آزیر. اینم به همین صورت میتونید تنظیمش کنید. این قسمت دقیقه، این قسمت ثانیه است. 3-2 رو دوباره فشار بدید. نمش نوشته یعنی بالابر نمش. موقعی که نوشته علش یعنی همون سرنده. بازر همون سیگنالی است که موقعی که دستگاه تفتمون تفت داده میخواد دوباره برگرده یه سیگنالی یا حالا آژیر میزنه، چون روی 1 ثانیه گذاشته همون کافیه. الان دستگاه تفتمون قسمت تایمینگش، قسمتی که مربوط به پی‌ال‌سی دستگاه کل دستگاهمون آماده است. این قسمت هم در ذرات داخل کولر رو نشون میده. زمانی که شما با اتوماتیک که عرض کردم تو قسمت 2 کار میکنی، این PLC مانیتور به اون درد اون کار میخوره. اینو شما موقعی که زیاد میکنی، مثلا میذاریم روی 106 درجه، موقعی که درجه حرارت آزیلتون میرسه به 106 درجه سانتیگراد دیگه از تایم دستور نمیگیره، موقع خودش تخلیه میکنه. بعد شوریکار رو تخم رو محصل تخم خوری میکنیم. بعد نمکمون رو همین قسمت خروطی میریزیم تا کاملا داخل دستگاه بالابر نمک مونده. البته این نمکی که استفاده میکنیم نمک چند بار استفاده شده و نمک ضایعاته. اگه سرم رو روشن کنیم این داخل بالابر نمک پر میشه. حالا برای کار با اتومات بر حسب تایم شما اگه بر روی 1 اینو بچرخونی دستگاه تفتمون شروع به کار. برای اینکه با خط اتوماتمون کار کنیم باید کلیه دستگاهی میخوام تو خطمون همکار داشته باشه اونا رو حالت روشن رو بدیم به غیر دستگاه تفتمون. دستگاه سرم روشن میشه، موقعش دستگاه تفت کارش تموم کرد. موقعی که تفت میده بالابر نمک، بالابر آزیر مقدر ما کار.
مراحل بعد دوباره باید بالا برنمش دوباره بالا بر آسید مشکل به دستگاه